روز یکشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت تقدیم روادید سفر به تمام کشورها زمانی از سر گرفته خواهد شد که سیاست فوق‌العاده امن پایه‌گذاری شود. دونالد ترامپ 27 ینور فرمانی را به امضا رسانیده با هدف حمایت کشور از به اصطلاح تروریستان خارجی برنامه ورود پناهندگان به ایالات متحده آمریکا را برای 120 روز متوقف نمود. ورود پناهندگان از سوریه برای مهلت نامعین موقوف گذاشته می شود. بر علاوه این فرمان مهاجرت شهروندان 7 کشور اکثرا مسلمان نشین ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را برای 90 روز منع کرده است. روز یکشنبه در فرودگاه دالاس واشنگتن مهاجر افغان یاسر رضایی به خبرنگار ریترز گفت او، همسر و فرزندانش روادید مهاجرت داشتند و بدون مشکلی تفتیش را گذشتند. همه چیز معمولی بود. من مثل دیگران از مرز گذشتم. اقدام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مورد توقف مهاجرت باعث اعتراضها در ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر شد. یک عده دادرس‌های فدرالی اخراج مهاجران صاحب روادید سفر را بازداشتند و دادستان‌های 16 ایالت آن را عمل مخالف به کنستیتوسیای ایالات متحده آمریکا نامیدند.